خب ما در خدمت شما همچنان هستیم. بخشی از برنامه رو ببینیم. اگر موافق باشید یه مسابقاتی هست که یه لیگ ورزش هست در یکی از مدارس دخترانه که این قسمت رو میبینیم. برای بچه‌ها رفتن اینجا به مناسبت ایام مبارک فجر هست. یه گزارشی رو داریم کوتاه تماشا میکنیم. مجددا در خدمت جناب آقای مهندس خواهیم بود. بینندگان ورزش مردم، امروز به مجتمع فرهنگی ورزشی شهید چمران اومدیم تا گزارشی از اولین دوره لیگ ورزشی جام فجر برای شما تهیه کنیم. با ما همراه باشید. اولین دوره مسابقات لیگ ورزشی جام فجر هست. در این مورد توضیح میدید؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. اینکه مجتمع هوشمند آموزشی خدیجه کبری سلام الله در راستای تحقق اهداف والای ارزشمند تعلیم و تربیت بدنی و همینطور سلامتی و نشاط دانش آموزان و گرامی داشته دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری اولین دوره لیگ ورزشی تحت عنوان جام فجر کرده. چند رشته در این مسابقات حضور دارن؟ مسابقات به صورت فستیوال ورزشی هستش که رشته های ژیمناستیک، بومی محلی، طناب و حلقه، پینگ پونگ، تکواندو، دو میدانی، والیبال و چند تا رشته دیگه هستش. بعد کل دانش آموزایی که توی اون مدرسه هستن توی مراسم شرکت دارن توی مسابقات؟ بله، در واقع مسابقات مقدماتی رو ما داخل مدرسه برگزار کردیم و مسابقات نهایی رو داخل مجموعه ورزش. اولین دوره لیگ ورزشی شما هم شرکت کردید. خودتون معرفی کن اول برای بینندگان ما، بعد بگو کلاس چندمی تو چه رشته‌ای شرکت؟ من ملیکا گلکار هستم، مدرسه هوشمند خدیجه کبری. توی رشته والیبال ما شرکت کردیم که توی دبستان رشته‌های مختلفی بود ولی توی راهنمایی فقط والیبال داشتیم. فکر می‌کنید مقام چندمو کسب کنید؟ نمیدونم، برای خودم بهتر اول باشه. به نام خدا فاطمه زهرا محمودی هستم. کلاس چندمی شما؟ دوم. تو چه رشته‌ای شرکت کردید؟ ورزش. خب چه ورزشی؟ ورزش ژیمناستیک. به نام خدا من سیدنور عالم‌انف هستم. تو چه رشته‌ای شرکت کردید؟ تکواندو. کلاس چندمی؟ ششم.